هیچ کس نمیتونه ادعا کنه من خواب نمیبینم. همه خواب میبینن. پس دیدن این ویدیو برای همه واجبه. سلام، محمد جوادم. خیلی خوش اومدی به کانال خودت. توی این ویدیو میخوام 10 تا واقعیت عجیب و جالب در مورد خواب دیدن بگم که باعث میشه نگاهت نسبت به خواب تغییر کنه و در انتهای ویدیو به این سوال مهم جواب میدیم که آیا موقع خواب دیدن روح از بدن جدا میشه یا نه. ما در طول عمرمون به طور میانگین 6 سال رو صرف خواب دیدن میکنیم. اگه عمر رو به طور میانگین 75 سال در نظر بگیریم و روزی 2 ساعت هم خواب ببینیم، با یه ضرب و تقسیم ساده به عدد 6 سال میرسیم. اما شاید فکر کنی که روزی 2 ساعت خواب نمیبینی یا حتی کلاً هیچ خوابی نمیبینی. نه خیر، درست نیست. کسایی که ادعا میکنن خواب نمیبینن در واقع خوابشون یادشون نمیاد، چون 90% خواب توی چند دقیقه اول بعد از بیدار شدن به طور کامل فراموش میشه. توی خواب هیچ وقت نمیتونی تصویر جدید بسازی. حتی اگه کسی رو توی خواب میبینی که اصلا نمیشناسی، احتمالاً یه روزی اتفاقی از کنارش رد شدی یا یه جای دیدیش ولی یادت نمیاد. در واقع مغز ما قدرت خلق یک چهره جدید رو نداره. افراد نابینا هم خواب میبینن. کسایی که از بد به تولد نابینا شدن و هیچ وقت دنیا را ندیدن، خوابشون از جنس تصویر نیست، اما شامل صدا، لمس، بو و احساسه. در واقع مغز تجربیاتی که روی این حواس داره رو تبدیل به خواب و رویا میکنه. توی خواب نمیتونی از خودت تصویر واضح ببینی. مغز این توانایی رو نداره، چون در طول روز خیلی کمتر در حال دیدن خودت هستی. یعنی اگه توی خواب تو بری جلوی آینه یا تو شیشه بخوای نگاه بکنی و رفلکس خود اون تو ببینی، تصویر واضحی از خودت نمیبینی، یا اعوجاج داره یا تار میبینی، یه همچین حالتی. بعدن موقع خواب دیدن فلج میشه، البته به طور موقت. مغز وقتی که توی مرحله REM قرار میگیره که در واقع یعنی حرکات سریع چشم، بدن رو فلج میکنه که یه وقت حرکتی که تو خواب میبینه رو انجام نده. این کار باعث میشه از آسیب‌های احتمالی به بدن جلوگیری بشه. اگه توی اتاق خیلی گرم بخوابی، احتمال دیدن خواب ترسناک بیشتره، چون دمای بالا فعالیت مغز رو تشدید میکنه. از اونجایی که توی خواب مغز غیر فعال نمیشه، هر چقدر دما بالاتر باشه مغز هم شدیدتر فعالیت میکنه. واسه همین تصاویر عجیبتری میسازه. توی خواب نمیتونی ساعت بخونی یا زمان رو تشخیص بدی، چون زمان سنجی منطقی وجود نداره. واسه همین توی خواب یه وقتای زمان خیلی سریع میتونه پیش بره یا برعکس خیلی کند. اگه خوابهای تکراری میبینی، این نشونه یک یا چند موضوع حل نشده تو مغزته. گفتیم که مغز موقع خواب تجربیات، احساسات و تصاویری که داره رو بازسازی میکنه. در نتیجه خوابهای تکراری زمانی قطع میشن که موضوعی که مغزت باهاش درگیره حل و فصل بشه. رویاهای صادقانه یا آگاهانه واقعیت دارن. بعضی از خوابها آینده رو پیش بینی میکنن، نه به شکل جادویی، بلکه با ترکیب خاطرات، الگوها و همچنین شهود، یعنی چیزهایی که از عالم غیب بهش الهام میشه. گاهی میتونه موقعیت‌هایی رو بسازه که بعداً واقعی میشن. البته این موضوع دلیل دیگه هم داره. با اون حسی که وقتی یک جای قرار میگیری و احساس میکنی قبلا اینجا بودی یا این صحنه رو دیدی، یه خورده فرق میکنه. توی ویدیوی بعدی در موردش بیشتر توضیح میدم. اما رسیدیم به سوال نهایی و مهم که آیا روح از بدن جدا میشه وقتی ما میخوابیم؟ 2 دیدگاه برای جواب به این سوال وجود داره: علمی و فلسفی و دینی. اول دیدگاه علمی رو بهت میگم. از نظر علم توی خواب مغز ما فعالتر از زمان بیداریه، مخصوصا موقع خواب دیدن یا همون مرحله REM. توی این حالت بخش‌هایی از مغز که مربوط به احساسات، خاطرات، ادراک و تخیل هست به شدت فعالیت میکنن. علم هنوز شواهدی که بتونه اثبات کنه روح از بدن خارج میشه پیدا نکرده و میگه همه چیز در سطح فعالیت عصبی و پردازش مغزی اتفاق میفته. اما در دیدگاه فلسفی و دینی خواب رو مرگ موقت میدونن. آیه 42 سوره زمر: و خداست که روح‌ها را میگیرد در هنگام مرگشان و آنهایی که نمرده اند را در خوابشان، و روح کسی که مرگ برای او حکم شده نگه می‌دارد و روح دیگر را تا زمانی معین باز میفرستد. یعنی دوباره تا زمان مرگش اجازه زندگی کردن و برگشتن به اون بدن رو
بهش میده. در واقع خداوند با این آیه میخواد بگه که تو هر شب داری میمیری. این منم که به تو اجازه میدم برگردی به بدن خودت و بتونی به اون زندگی مادی توی دنیا ادامه بدی. اگه به این مسئله بخوایم فکر بکنیم، یه جورایی نشون دهنده این هست که انسان نباید نسبت به زندگی که داره مغرور بشه، چرا که هر لحظه احتمال مرگ وجود داره. در کل در مورد این موضوع که آیا روح از بدن جدا میشه یا نه، نمیشه به طور قطعی صحبت کرد و نمیشه جواب 100% بهش داد. خب ویدیوی امروزم تموم شد. خوشحالم که تا اینجا همراهم بودی. اگه از ویدیو خوشت اومد لایکش کن، برام کامنت بذار، کانال رو هم سابسکرایب کن، زنگوله هرم بزن که یه وقت ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. به خدای مهربون میسپارمت. امیدوارم که همیشه خوابای خوشگل ببینی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.